بر شما گوشت حیوان خود مرده، خون، گوشت خوک و آنچه را در وقت ذبح نام غیر خدا بر آن گرفته شود و آنچه به اثر خفه کردن مرده باشد یا به اثر ضربه شدید یا به اثر سرنگون شدن از جای بلند کشته شده باشد یا به اثر شاخ زدن حیوان دیگر مرده باشد و آنچه را حیوان درنده خورده باشد حرام گردانیده شده است، مگر آنکه آن را ذبح کرده باشید. و نیز آنچه بر سنگ‌های نصب شده برای قربانی بتان ذبح کرده می شود و آنچه را با وسیله تیرهای بخت آزمایی تقسیم می کنید، هر یک از این اعمال فسق است. امروز کافران از بازگشت شما از دین شما مایوس شدند، لذا از ایشان مترسید و از من بترسید. امروز برای شما دین شما را کامل نمودم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و اسلام را برای شما به حیث دین برگزیدم. اما اگر به اثر گرسنگی شدید ناچار شوید در حالی که تمایل به انجام گناه نداشته باشید، بدون شک خداوند آمرزگار و مهربان است.